5 کیلومتر چند متر هست. خب شما یه اطلاعاتی الان بهتون دادم، سریع میگه آقا 5 کیلومتر چون کیلومتر هزاره میشه 5000 متر. بچه روش زنجیره‌ای نیستش. اینجوری اگر یادداشت کنید هیچ نمره‌ای بهتون تو مدرسه نمیدن. پس بیایم روش زنجیره‌ای رو ببینیم چه جوری هست. 5 کیلومتر گفته چند متره؟ کیلومتر میخواد به متر تبدیل بشه. کیلومتر به متر چند تا تبدیل نیاز است؟ یه دونه. پس میایم یک دونه خط کسری میکشیم. 5 کیلومتر میخواد به متر تبدیل بشه، یه دونه، پس چون تبدیل هست یه دونه خط کسری میکشیم و تمام. پس چون کیلومتر به متر یه تبدیل بود یه خط کسری کشیدیم. حالا از خودمون میپرسیم ارتباط بین کیلومتر و متر چی بود؟ کیلومتر با متر. یادآوری 1 کیلومتر چقدر بود؟ 1000 متر بود. 1 کیلومتر 1000 متر. بچه دو تا بسته دارم، 1 کیلومتر 1000 متر. 1 کیلومتر بسته 1 کیلومتر هست، این بسته چی؟ 1000 متر هست. بسته 1 کیلومتر رو باید خلاف کیلومتری که بالا نوشتیم قرار بدیم. کیلومتر که بالا هست 1 کیلومتر رو پایین نوشتیم، اون بسته 1000 متری هم بالا نوشتیم. دقت کنید چیزی که میخواد حذف بشه خلاف باید قرار بگیره که با هم دیگه ساده بشن. 1 کیلومتر رو پایین 1000 متر رو بالا. این دوتا با هم ساده شدن. چی موندش؟ 5 ضرب در 1000 شد 5000 متر. این شد جواب قسمت الف ما. بریم سراغ قسمت ب. گفته 72 کیلومتر بر ساعت چند متر بر ثانیه هست. قسمت ب 72 کیلومتر بر ساعت چند متر بر ثانیه هست. دقت کنید چجوری هم حلش میکنیم. کیلومتر میخواد به متر تبدیل بشه، یه تبدیل. ساعت میخواد به ثانیه تبدیل بشه، شد دو تا تبدیل. پس دقت کنید کیلومتر به متر یه تبدیل، ساعت به ثانیه دو تا تبدیل. بچه دو تا تبدیل نیاز داریم، پس باید دو تا خط کسری بکشیم. بریم سراغ کار. شد 72 کیلومتر بر ساعت ضرب در مساوی. دو تا خط کسری کشیدم چون دو تا تبدیل داشتم. مورد اول بچه کیلومتر میخواد به متر تبدیل بشه. بریم سراغ اینجا. کیلومتر به متر ارتباطش چجوری بود؟ 1 کیلومتر 1000 متر بود. 1 کیلومتر 1000 متر بود. 1 کیلومتر رو پایین میذارم، 1000 متر رو بالا میذارم. خب این تا اینجا کار. بچه‌ها کیلومتر با کیلومتر حذف شد. بریم سراغ مورد بعدی. ساعت میخواد به ثانیه تبدیل بشه. ارتباط بین ساعت و ثانیه چی هست؟ ساعت و ثانیه چی بود؟ 3600 بود. 1 ساعت 3600 ثانیه بود. پس من 1 ساعت رو الان کجا بنویسم؟ چون میخوام ساعت رو حذف کنم، اینجا ساعت پایین هست، ساعت بعدی رو بالا نوشتم، 3600 ثانیه هم پایین نوشتم. توجه کنید. ساعت رو میخواستم حذف کنم، بالا نوشتم که ضربدری با هم دیگه حذف بشن. این ساعت با این ساعت حذف شد. چه چیزی موندش؟ بریم سراغ ساده کردن. خب 2 تا صفر از پایین، 2 تا صفر از بالا. اینا با هم ساده شدن. 72 تقسیم بر 36 چقدر میشه؟ این هم شد چند؟ 2. کلا چی موند واسه من از لحاظ عدد؟ یه 2 دارم، یه 10 دارم. 2 و 10 با هم دیگه میشن چند؟ ضرب کنیم شد 20. واحد هایی که مونده یه دونه متر بالا، یه سانتی متر پایین. شد ثانیه پایین. متر بر ثانیه. این هم شد جواب قسمت بی. پس توجه کنید. یه تبدیل نیاز داشتیم، یه خط کسری کشیدیم. 2 تا تبدیل نیاز داشتیم، 2 تا خط کسری کشیدیم. اگر تو سوالی 3 تا تبدیل نیاز بود، 3 تا خط کسری باید بکشیم. بریم سراغ قسمت بعدی. پاک کنیم ببینیم بعدی رو باید چجوری حلش کنیم. گفته 72 کیلومتر بر ساعت چند متر بر ساعت است. دقت کنید قسمت پ 72 کیلومتر بر ساعت چند متر بر ساعت هست. ببینیم چند تا تبدیل نیاز هست. کیلومتر میخواد به متر تبدیل بشه، ساعت اون که ساعته تبدیل نیاز نداره. پس توجه کنید فقط کیلومتر میخواد به متر تبدیل بشه، ساعت تبدیلی نداشت. چون یه دونه تبدیل داریم پس باید یک دونه خط کسری بکشیم. پس بریم بنویسیم شد 72 کیلومتر بر ساعت یه دونه خط کسری. خب چیکار کنیم؟ هیچی. کیلومتر میخواد به متر تبدیل بشه. ارتباط بین کیلومتر با متر چی بود؟ هر کیلومتر 1000 متر بود. هر کیلومتر 1000 متر. پس کیلومتر رو پایین قرار بدیم.
1000 متر رو بالا قرار بدیم بچه‌ها. ببینیم چه جوری شد. خب کیلومتر پایین با کیلومتر بالا رفت، یادتون باشه ضربدری قرار میدیم که ساده بشن. کیلومتر با کیلومتر ساده شد. چی برای من موندش؟ عدد یه 72 دارم یه 1000 دارم که میشه 72000 واحدها، یه متر بالا 1 ساعت پایین که شد چی؟ 72000 متر بر ساعت. بریم سراغ مورد بعدی. تو قسمت ت گفته 32 مگامتر مربع چند میلیمتر مربع هستش. تو قسمت ت 32 مگامتر مربع چند میلیمتر مربع هست. توی ظاهر کار میگیم آقا مگا میخواد به میلی تبدیل بشه، میگیم پس یه تبدیل هست. نه خیر، این یه تبدیل نیست، دو تا تبدیل هست. مگا مستقیما به میلی نمیتونه تبدیل بشه. مگا رو اول به متر تبدیل میکنیم و بعد متر رو به میلیمتر تبدیل میکنیم. از توجه کنید، مگا به متر، متر به میلیمتر. پس دو تا تبدیل نیاز داریم. این دو تا تبدیل پس دو تا خط کسری نیاز هست. 32 مگامتر توان 2 ضرب در مساوی. در مرحله اول گفتیم چی؟ مگا باید به متر تبدیل بشه. 1 مگامتر چند متر هست؟ اون پیشوندها بود بچه‌ها. اگر فراموش کنید سریع برین اون صفحه پیشوندها رو باز کنین، نگاهی بندازین و بعد دوباره بیاین ادامه کار. 1 مگامتر چقدر بود؟ 10 به توان 6 متر بود. پس 1 مگامتر 10 به توان 6 متر بودش. اما توجه کنید توان 2 داره اینجا، پس ما هم برای اینها توان 2 میذاریم. خب این تا اینجا کار. مگامتر پایین با مگامتر بالا رفت. این تا اینجا کار. الان چی داریم اینجا؟ متر به توان 2 یا به عبارتی متر مربع داریم که این متر مربع میخواد به میلیمتر تبدیل بشه. ارتباط بین متر با میلیمتر چی بودش؟ متر با میلیمتر. بچه‌ها هر متر چند میلیمتر؟ 1000 میلیمتر. هر متر 1000 میلیمتر هست. پس هر متر بچه‌ها 1 متر رو پایین نوشتم، 1000 میلیمتر رو بالا نوشتم. 1000 رو نوشتم 10 به توان 3. چون توان 2 داره برای اینها هم من توان 2 میذارم. این تا اینجا کار. بریم سراغ ساده کردن. این متر مربع با متر مربع بالا رفت. این تا اینجا. دیگه چی موندش برای ما؟ هر چی موند یادداشت کنیم. یه دونه عدد دارم 32. یه دونه اینجا 10 به توان 6 هست که یه توان 2 داره. 10 به توان 6 یه توان 2 بهش بخوره چی میشه؟ ضرب میشه. توان‌ها به هم ضرب میشن. میشه 10 به توان 12. این یکی از این. 10 به توان 3 دارم که توان 2 خورده بهش. 10 به توان 3 توان 2 بهش بخوره میشه چند؟ 10 به توان 6 ضرب میشن بچه‌ها. 10 به توان 6. اینجا هم 1 میلیمتر به توان 2 هست. میلیمتر به توان 2. اینجا رو همینجوری ول نکنید تو سوالاتون، چه تستی چه تشریحی. حتما اینجا رو باید چیکار کنید؟ جوابش بنویسین دیگه. یه 10 به توان 12 ضرب در 10 به توان 6 شده که چقدر میشه؟ پایه ها برابر توان ها با هم دیگه جمع میشد دیگه، میشه 10 به توان 18. پس شد 32 ضرب در 10 به توان 18 میلیمتر مربع و این هم شد جواب قسمت آخر.